آیا روسیه آغازگر جنگ جهانی سومه؟ طی حمله اخیر پهپادهای روسیه به لهستان، اروپا در حالت هشدار و آماده باش قرار گرفته. ولی چه چیزی باعث شده که کشور روسیه در عرصه جنگ‌های جهانی همیشه نقشی چشمگیر داشته باشه؟ امروز میخوایم با هم به روسیه، کشوری با تنوع قومی بسیار زیاد و فرهنگی غنی، سفری کوتاه داشته باشیم. روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه در شمال اوراسیا واقع شده و با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی داره. روسیه تا قبل از قرن 18 یک حکومت نچندان نیرومند در شرق اروپا بود و وسعت چندانی هم نداشت، تا اینکه در آغاز سده 18 میلادی با اصلاحاتی که تزار پتر کبیر انجام میده، این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل میشه. در اکتبر 1918 انقلاب کمونیستی در این کشور رخ میده و نام کشور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر پیدا میکنه، تا اینکه در سال 1991 شوروی پس از جنگ سردی طولانی با غرب از هم فرو میپاشه و فدراسیون روسیه و 12 جمهوری دیگه جانشین اون میشن. فدراسیون روسیه در حال حاضر عضوی از سازمان ملل متحد هستش و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحده. ولادیمیر پوتین از سال 1999 تا 2008 در سمت ریاست جمهوری روسیه قرار داشت و از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بوده و بعد از اون از سال 2012 تا به امروز رئیس جمهور روسیه هستش. سیاست روسیه تلاش برای یکپارچگی و همبستگی مردمان این کشور و همکاری و عدم تنش با غرب بوده. اما در حال حاضر روابط روسیه با غرب دچار تنش و درگیریه. ارتش لهستان اعلام کرد که حریم هوایی این کشور احتمالاً توسط یک پهپاد پس از حملات روسیه به اوکراین نقض شده و به همین دلیل اروپا در حال هشدار و آماده باش قرار گرفته و این اتفاق ممکنه باعث شروع جنگ جهانی سوم بشه. روسیه با 17 میلیون و 98 هزار کیلومتر مربع وسعت عنوان پهناورترین کشور جهان رو به خودش اختصاص داده، به طوری که اختلاف زمانی غربترین منطقه تا شرقترین نقطه روسیه در حدود 9 ساعت هستش. این کشور با حدود 146 میلیون نفر جمعیت نهمین کشور پرجمعیت دنیاست که 81% از مردم قومیت روسی دارند و بعد از اونها تاتارها بزرگترین اقلیت قومی این کشور محسوب میشن. برای اینکه با این اقلیت قومی بیشتر آشنا بشین، لینک ویدئوی کشور تاتارستان رو براتون این بالا میذارم. روسیه به بخش روسیه اروپایی و روسیه آسیایی تقسیم میشه و پایتخت اون شهر مسکوه که در بخش اروپایی روسیه قرار گرفته و جمعیتی حدود 12 میلیون نفر داره. به لحاظ اقتصادی روسیه به منابع طبیعی عظیم خودش متکیه، به طوری که 8مین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشه و واحد پولی این کشور روبل نام داره. و زبان رسمی کشور روسیه زبان روسی هستش، ولی با توجه به قومیت‌های مختلفی که در این کشور زندگی می‌کنن 27 زبان رسمی دیگه هم در جمهوری‌ها و مناطق خودگردان این کشور وجود داره. در کشور روسیه ادیان متنوعی وجود داره. فدراسیون روسیه مثل خیلی از کشورهای جهان دین رسمی نداره، اما به ادیان مسیحیت، اسلام، یهودیت و بودایی اهمیت ویژه‌ای داده میشه. حدود 51% از مردم روسیه رو مسیحیان تشکیل میدن و اسلام هم در روسیه از گسترش ویژه‌ای برخورداره. به طوری که مسجد جامع مسکو که در سال 2015 با حضور ولادیمیر پوتین افتتاح شد، پذیرای بیش از 10,000 نفره و بزرگترین مسجد اروپا به شمار میاد. پیروان دین یهود بیشتر در غرب روسیه سکونت دارند و حدود 6% از مردم روسیه بودایی هستند که در شرق روسیه ساکنند. روسیه از نظر تنوع فرهنگی یکی از رنگارنگ‌ترین کشورهای دنیاست که بیش از 160 گروه قومی مختلف از فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگون در اون زندگی می‌کنند. موسیقی، ادبیات، نقاشی و هنر مینیاتور و باله حاصل تلاش این فرهنگ‌های مختلف هستش و نویسندگانی مثل تولستوی و داستایوفسکی در این فرهنگ پرورش پیدا کردند.
در سفر به روسیه از دیدن جاذبه‌های گردشگری اون غافل نشین. این کشور دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعت‌گردی زیادی هستش. از جمله این جاذبه‌ها میتونم به متروی مسکو اشاره کنم که یکی از قدیمی‌ترین سامانه‌های قطار شهری در جهانه و بسیاری از ایستگاه‌های مترو در مسکو دارای تزئینات مجلل، ستون‌های مرمرین، چلچراغ و کفپوش‌هایی از سنگ خارا هستند. از طرف دیگه میدان سرخ نام میدان مشهوری در مرکز شهر مسکو هستش و بسیاری از خیابون‌های اصلی شهر مسکو به این میدان منتهی میشن. در این میدان کلیسای جامع سنت باسیل، موزه دولتی تاریخ روسیه، آرامگاه لنین، دیوار کرملین قرار داره. این میدان و معماری بناهای اون به عنوان یک سایت میراث جهانی از طرف یونسکو محافظت میشه. کلیسای جامع سنت باسیل به دستور ایوان مخوف تأسیس شد که مرتفع‌ترین سازه شهر مسکو در زمان خودش محسوب می شده. همینطور کاخ بزرگ کرملین در دوران تزار نیکولای اول بنا شده و 25,000 متر مربع مساحت داره و دارای 5 تالار بزرگه که برای مهمانی‌های رسمی و دیدارهای دیپلماتیک از اون استفاده میشه. این بنا روزگاری دژ مستحکم تزارهای روسیه بوده و همکنون اقامتگاه رسمی رئیس جمهور فدراسیون روسیه هستش. قطعاً در سفر به این کشور به مشکل غذایی بر نمیخورید. یکی از خوراک‌های روسی پلمنی نام داره که خمیر پر شده از گندم و گوشته و از اشتراکات غذایی ما با روس‌ها سالاد الویه هستش. جالب اینجاست که روس‌ها مثل ما ایرانی‌ها اغلب بعد از غذاشون چای می نوشن. گفته شده روسیه زیباترین زنان جهان و در عین حال آمار بیشترین زنان مجرد رو داره و همینطور این کشور پر از قوانین عجیب و غریب هستش که در ویدیوهای بعدی به این موضوعات اشاره می‌کنم. ازتون ممنونم که تا انتهای ویدیو منو همراهی کردین. لطفاً کانال روایتگر جهان رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا به محض انتشار ویدیوی جدید از دیدن اون لذت ببرین.